این کتابی که قرار بهتون معرفی کنم یه کتابیه که از هر لحاظ بهش نگاه کنی عالیه. شخصیت پردازی، دنیا سازی، اصلا از هر لحاظ بهش نگاه کن. کتابیه که اشکتون رو در میاره. کتابیه که وقتی بخونید 1 الی 2 سال فقط و فقط دربارش صحبت میکنید و به دیگران توصیهش میکنید و انقدر خفنه که باید سرتون رو بکوبید به دیوار تا هضمش کنید. کتاب قیام اشتباه شد. کتاب قیام سرخ جلد اول. سلام بچه‌ها، چطورید؟ طبق معمول جوی هم خوش اومدید به کانال خودتون. امروز اومدیم همونطور که گفتم با جلد اول مجموعه قیام سرخ. خیلی براش هیجان دارم، خیلی کتاب خفنی. قبل از هر توضیح اضافه‌ای من باید یه نکته‌ای رو بگم. نکته‌م اینه که این کتاب خب اولا که کتاب بزرگسال، یعنی اینکه برای سنین مثبت 18 من میگم، چون هم توش پر فوشه، هم صحنه‌هایی داره که به درد مثلا سنین پایین‌تر نمیخوره دیگه. برای همین میگم با این دیدگاه مثلا این کتابو ببینید که اگرم مثلا دیدید یه همچین چیزایی داره اصلا تو مختون نره. بذار اول اینجوری شروع کنیم که کتاب با یه شروع بمب شروع میشه. یعنی شما با اولین جمله کتاب متوجه میشید که با چه کتاب خفنی با چه کتاب خفنی طرف. ببین دو جمله اول رو براتون بخونم، اگر که دارید که خودتون برید بخونید، ولی خب من اینجا میخونمش که اصلا یکی از معروف ترین جمله ها هم هست واسه شروع کتاب. میتوانستم در صلح زندگی کنم اما دشمنانم جنگی را به من تحمیل کردند. اصلا شروع، دقیقاً این شروع منو یاد شروع استورملایت میندازه، با اینکه نخوندمش ولی خب خیلی مجموعه خفنیه. یعنی شما با یه مجموعه خیلی خفن از لحاظ شخصیت پردازی، دنیا سازی، روایت داستان، مفهوم و هر چیز دیگه که بگیم و جلوتر میخوام توضیح بدم طرفید و یک کتابیه که واقعا میشه گفت حالا این جلد نه ولی مجموعه شاهکاریه، واقعا اصلا مثلش نیست. شما تو علمی تخیلی هم به نظر من بگردی نمیتونی مثلش پیدا کنی. شاید مثلا بخوایم بگیم تلماس دون، شاید بخوایم بگیم مثلا دیگه، من واقعا غیر از تلماس و دون حالا باز اونو نخوندم ولی چیز دیگه ای به ذهنم نمیاد که بخواد مثلا بخوایم بگیم بهتر از قیام سرخ. قیام سرخ واقعا خاص و اصلا تکرار نشدنیه، هم موضوع هم داستانش و همه چیزاش. بذار بریم سراغ داستانش. من به داستانش از 10 9 میدم. داستان توی یه دنیایی با اختلاف طبقاتی روایت میشه که اختلاف طبقاتیشون بر اساس رنگ، از پایین‌ترین رنگ که سرخه شروع میشه و به بالاترین رنگ که زرینه میرسن. زرینا یه جورایی تو این دنیا مثل اشراف‌زاده‌ها میمونن و سرخا برده‌های اینا و رنگ‌های دیگه که همینجوری میاد پایین‌تر. داستان یه سرخی به اسم دارو که این سرخ تو حالا اون منطقه‌ای که زندگی میکنه هدف همشون اینه که مریخو تبدیل کنن به یک زمینی قابل سکونت با یک چی بهشون گفتن تو داستان، اساره بود، یه ماده‌ای بود، فکر کنم هلیوم 3 بود، چی بود، یه همچین چیزی، دقیقاً یادم نیست، که اینو استخراج می‌کردن و بر اساس این میتونستن حکومت‌ها این سیاره رو قابل سکونت کنن. یه سری اتفاقات خیلی دردناک، خیلی عجیب غریب واسه دارو میفته که نمیتونم بگم و باید بخونید که متوجه میشه ما این همه سال که تلاش کردیم که مریخ رو قابل سکونت بکنیم از قبل قابل سکونت شده و تصمیم میگیره مقابل این حکومت ظالم در بیاد و جلوی این همه ظلم نسبت به نژاد خودش و تمام مردم دیگه وایس. خب ببین داستانش من خیلی اسپویل نمی‌کنم و اصلا نمیخوام اسپویل کنم چون همون 50 صفحه اول کتاب یه اتفاق خیلی مهم میفته، همون اتفاق دردناکیه که میگم. واقعا داستانش جذاب، یعنی جدی داستانش جذاب و خاصه و همینطور منو یاد مهزاد میندازه. حدوداً یه شباهت‌هایی دارن این دو تا کتاب و اگر دیدید مثلا خیلی من مقایسهش کردم بخاطر اینکه شباهت دارن واقعا این دو تا کتاب با هم دیگه. واقعا داستانش قویه، یعنی خیلی داستانش رو دوست داشتم. داستانش خیلی روند سریع داره، در عین حال خیلی خفن و خیلی خوب بهش میپردازه نویس. اصلا نمیدونم چی بگم، عالیه داستانش، خیلی خوبه. بریم سراغ بخش بعدی، دنیا سازی کتاب. حالا شاید بخش قبلی یکم کوتاه بود ولی خب تو این بین من همه توضیح لازم و کافی رو میدم. دنیا سازی کتاب من بهش میدم 8 از 10. چرا پایین میدم؟ اینکه چرا پایین میدم و میذارم آخر تمام صحبتایی که میخوام در مورد دنیا سازی بکنم. این کتاب یه سیستم حکومت و اختلاف طبقاتی خیلی جذابی داره، با اینکه این جلد اونجوری که باید بهش نمیپردازه ولی واقعا جذابه و خیلی خوب. یعنی مثلا همون بخش کوچیکی هم که بهش میپردازه واقعا لذت میبری و خیلی دوست داری بدونی این سیستم حکومتی دقیقاً چیه، چی جوریه، چجوری کار میکنن، اختلاف طبقاتی دقیقاً چیه و چرا اصلا وجود داره، چی شد که به وجود اومد. این حکومت دیکتاتوری هم که داره واقعا جذابه، یعنی که یه سیستم حکومتی خیلی جذاب و همینطور سیستم حکومتیشون دیکتاتوری هم هست، هم جذابه و مثلا لذت میبرید که چجوری نویسنده تونسته یه همچین چیزای خفنی رو در بیاره. ما تو این جلد با
حالا بخش عظیمی از این دنیا و این سیستم آشنا نمیشیم و یه بخش خیلی کوچیکیه، یه مدرسه‌ای که میرن داخلش، مؤسسه‌ای که آموزش میبینن طرفیم و همون مدرسه و مؤسسه کوچیک خیلی حرف واسه گفتن داره. مثلا یه بخش خیلی کوچیکش اینه که ما تو این مدرسه میبینیم که تو سنین خاص یه سری آموزش‌ها به این افراد و زرین‌ها میدن که باعث میشه یک سری افکار، یک سری عمل‌ها و یک سری رفتار ملک ذهنشون بشه که در آینده میشن اون زرین‌هایی که دهن یک کهکشان رو دارن سرویس میکنن و رنگای دیگر رو دارن اذیت میکنن. یعنی به قولی توی اون سنین خاص کاری میکنن که ذهن زرین‌ها بشه ظالم، بشه اون ذهنی که حکومت‌ها نیاز دارن بشه. این مدرسه برای آدما تصمیم میگیره که در آینده چی قراره بشی، همونجوری که تو دنیای واقعیمون هم هست. یعنی آدما رو این مدرسه تفکیک میکنه که آیا موفق هستی، که اگر موفق باشی از این مدرسه با سربلندی میای بیرون و حالا میری سمت اون چیزی که قبولت میکنن، اون جایی که میپذیرنت. ولی اگر قبول نشی یا میمیری یا هیچ جایگاه دیگه‌ای تو اون جامعه نداری و یه آدم خیلی پستی میشی تو اون نژاد. خیلی جالبه که تمام این علمی تخیلی‌ها یه اشارات خیلی ریزی به تمام ایرادات تو دنیای خودمون دارن و یه جورایی اونا رو به چشمون میارن که میگن که آقا این ایرادات هست، فقط شما تو داستان دارید میبینیدش، این ایرادات تو دنیای واقعی هم وجود داره، فقط اگر ادامش بدید میشه اینا. ولی خب دیگه چه میشه کردش دیگه. تکنولوژی که داره خب با علمی تخیلیه قطعا دیگه، یعنی شما باید انتظار داشته باشید که بیاد توصیف کنه، بیاد یه سری چیزا رو بهتون بگه، تکنولوژی‌های مختلف، دستگاه‌های مختلف و خیلی چیزهای دیگه تو این سبک. ببین تکنولوژی و ایناش خیلی کمتره تو این جلد، یعنی مثلا هست و مثلا اوایلش هست، یه سر مثلا از وسط به بعدم حدوداً آشنا میشیم، ولی اونجوری نیست تو این جلد. من جلد دومو خوندم، جلد دوم یعنی خوندم بیشتره، یعنی به این قضیه خیلی بیشتر میپردازه و به تکنولوژی و حالا مسائل علمیش خیلی بیشتر، ولی با این حال واقعا جذاب بود. یعنی واقعا خیلی دوست داشتی بدونی دقیقاً تو این دنیا چه تکنولوژی دارن، چی کارا میتونن بکنن. جزئیات این دنیاش خیلی جذابه و یکی از خفن ترین چیزایی هم که من خیلی دوستش دارم اینه که این دنیا، این سیستم، این خیلی اسما و کلن ستون کتاب بر اساس اساطیر یونان و روم نوشته شده. یعنی مثلا خیلی از اسما، خیلی از حتی یه جا هست که دارو شخصیت اصلی میخواد یه قلعه‌ای رو بگیره، از سبک استراتژی تروا استفاده میکنه که اون شهر رو بگیره. کلن الهام از اساطیر یونان مخصوصا و رومه که خیلی من خودم دوست داشتم و اگر مثلا علاقه داشته باشید خیلی حال میکنید با این کتاب. و از اون طرفم که علاقه مثلا نداشته باشید یا شناخت نداشته باشید، مترجم توضیح داده بهتون که دقیقاً چیه و اینا، ولی اگر شناخت داشته باشید خیلی بهتر میفهمید دقیقاً چی داره میشه، خیلی اصطلاحات چیه، خیلی چیزای تو داستان دقیقاً داره به چه چیزی اشاره میکنه. یه چیز دیگه که خیلی برام جذاب بود این بود که سرخا یه عادت داشتن و یه جوری مقابله میکردن با حالا رنگای بالاتر از خودشون، مثلا زرین ها، این بود که آواز میخوندن و میرقصیدن. همونجور که ما تو دنیای واقعی هم ببینیم یکی از معروف ترین آوازها برای نقد، برای اینکه حرف تو بزنی، دقیقاً یه اصطلاح خاصی هم داشت. مقابل اون ظلم، مقابل اون اتفاقاتی که داره تو جامعه میفته وایسی و حرف تو راحت بزنی، اینه که بیا یه آوازی بخونی. معروف ترینش هم تو دنیای خودمون رپه. یعنی رپ اصلا کلا اولش واسه این بود که بیان تو رپ مثلا حرفاشونو بزنن، ایراداتو بگیرن، انتقاد کنن نسبت به سری مسائل. و خیلی جالب بود که سرخا هم دقیقاً همینجوری بودن. آواز خوندن و رقص براشون ممنوع بود و حکم اعدامو داشت و خیلیا به خاطر این قضیه میمردن و خودشون رو فدا میکنن که حالا مثلا یه شعری بخونن، اون شعر، اون متن، اون چیزی که تو شعر دارن میگن تو ذهن افراد اون جامعه بمون. این خیلی جذاب بود. یعنی اینکه من کلا تو این کتاب خیلی حس میشد که نویسنده به شدت تحقیق کرده و مسلط رو چیزی که داره میگه و حرفی که میخواد بزنه. ببینید توصیفات کتاب خیلی خوبه، توصیفات کتاب واقعا عالیه و مثلا یه تکنولوژی، یه جایی، یه شخصیتی، قیافه، همه اینا رو توصیف میکنه خیلی راحت با شاید 2-3 تا جمله خیلی آسون و ساده. اونا به چشتون میاد، میتونید راحت تصورش کنید، ولی کامل نیست.
چرا؟ ما با یه داستانی طرفیم که روندش به شدت تند، خیلی روندش سریعه، سریع صحنه ها عوض میشه، سریع از این مسئله میپریم به اون مسئله، فصل به فصل، خیلی سرعت تغییر صحنه ها زیاده و تو از این صحنه میخوای بری به اون صحنه، یعنی اینکه فرضاً تو این مکانی و مثلا مکان بعدی توی یه جنگلی باشه، توی یه قلعه‌ای باشه، تو هر جای دیگه‌ای باشه، خیلی کمتر میپردازه به اون مثلا مکان جدید و جایی که هستن و همینطور به فضا سازی، یعنی اون حس و حال حالا مکانا خیلی که نه کم میپردازه. یه سری جاهاش شاید ممکن اصلا نپردازه و یه سری جا کم میپردازه، خوبه ولی کم میپردازه نسبت به این دوتا مسئله. بر همینه که من 8 دادم بهش. ولی ایرادش واقعا نسبت به من، یعنی مثلا اگر نظر منو بخوای، واقعا ایراد نیست، چون انقدر نکته‌های مثبت دیگه ای داره که مثلا اینا از ذهنت پاک میشه. اینم داشته باشید که تو جلد 2 هر ایرادی که الان من دارم میگیرم تو جلد 2 درست میشه، یعنی اینو حتما تو ذهنتون داشته باشید و خدا رو شکر میکنم که جلد دومو خون نما دارم این ویدیو رو میگیرم. ما چیز خاصی از این سیستم حکومتی مثلا دستمون نمیاد. صدرش کیه؟ چی شد به وجود اومد؟ دقیقاً چیه؟ اختلاف طبقاتی ها چیه؟ دین و اعتقادشون دقیقاً چیه؟ هدفشون چیه؟ چی کار دارن میکنن؟ تو این جلد ما حالا یه سری پایه‌ریزی ریز داریم که تو جلد دوم بهش پردازه، ولی تو این جلد ما توضیح نداریم. البته خب هدف این جلد هم این نیست دیگه، یه جورایی مقدمه برای این دنیاست این جلد و ما تمام اینا رو تو جلد دوم میبینیم و حسشون میکنیم. خب میرسیم به بخش جذاب و بخشی که عاشقشم، شخصیت پردازی این کتاب. اصلا چی بگم؟ من اصلا واقعا نمیتونم یه کلمه، یه جمله، اصلا یه پاراگراف پیدا کنم که بشه توصیف کرد که چقدر خفن شخصیت پردازی این کتاب. خفن ترین شخصیت هایی که شاید تا الان خوندید و تو این کتاب میبینید. به جرئت میتونم بگم که من تا الان خفن ترین شخصیت هایی که خوندم تو این کتاب بوده، تو قیام سرخ بوده و شخصیت هایی که خواهم خوند. یعنی من مطمئنم بعد از این کتاب هم سطح نگاه من نسبت به شخصیت پردازی رو میبره بالاتر، هم شاید خیلی تک و توک پیدا شه، یا مثلا بگیم نزدیک میشه، یا مثلا مثل قیام، یا حتی بهتره. ولی خب من میگم که چیزی تو ذهنم نیست. من مثلا بهترین مجموعه که خوندم مهزاده، خیلی مقایسهش میکنم مهزاد با قیام. بخوام بگم از نظر شخصیت پردازی، حالا جلد اول و جلد اول اون بخوام مقایسه کنم، قطعا قیام میزن، یعنی قطعا قیام بهتر از مهزاده از لحاظ شخصیت پردازی و در آینده هم، یعنی جلد بعدی مهزاد بریم و همینطور قیام، باز میگم قیام خیلی بهتره، شخصیت پردازیش واقعا عالی. ما از زاویه دید اول شخص داریم داستان رو دنبال میکنیم، یعنی ما از نگاه دارو داریم داستان رو دنبال میکنیم. چی دارم میگم؟ شما یه درک خیلی عجیب غریبی دارید نسبت به دارو و همینطور شخصیت های دیگه خب به نسبت کمتر، چون شخصیت اصلی نیستن. ولی خود دارو اصلا باورم نمیشد که انقدر یه شخصیت رو بتونم درک کنم، انقدر یه شخصیت رو بتونم بفهمم و این 10 برابر هم میشه تو جلد دوم. یعنی مثلا شما هر چی اینجا میبینید رسما 10 برابرش کنید تو جلد دوم، خیلی بهتر میشه. یه فهم و درکی نسبت به دارو و کل شخصیت رو داری و میفهمی که دقیقاً چی جورین. یکی از جادوهای قلم پیریس اینه که پیریزه نمیدونم دقیقاً تلفظش چیه، من میگم پیریس، اینه که تایپ شخصیت ها میاد دست. مثلا ما تو خیلی از کتابای دیگه یا شخصیت حال میکنیم، یا مثلا میگیم چرا شخصیت خفنه، یا مثلا تو یه سری مسائل درکش میکنیم. ولی تو این کتاب قشنگ میفهمی شخصیت یارو چه شکلیه، فلانجا چجوری رفتار میکنه، اگر بود چه حرفی میزنه، الان داره چی کار میکنه و چه کاری میکنه مثلا تو این موقعیتی که نویسنده قرار داده. و یه جورایی میگم قشنگ تایپ شخصیت میاد دستت، عین کف دستت میتونی بخونیش. خفن ترین شخصیت ها رو داره، دهنش سرویس. سورو، دارو، ماستنگ، پکس، کوسیوس، اصلا خیلی شخصیت ها خوبن. اصلا سورو که اصلا خداست شخصیتش، یعنی تا نخونید نمیفهمید. امکان نداره توی یه سکانس سورو باشه شما موهای تنت سیخ نشه، ضربان قلب به 1000 نرسه، داد نزنی، عربده نزنی، بگی سورو. انقدر این شخصیت خفن. حالا ما یه لایه عمق داریم واسه شخصیت‌ها که حالا تو این جلد باز میگم خیلی کمتره، تو جلد دوم خیلی بهتر میشه که ما شخصیت‌ها رو عمیق‌تر درک می‌کنیم غیر از خفن بودنشون. ولی بازم اصلا نمیتونم بگم دقیقاً سورو چی جوریه تو این کتاب. خیلی خفنه. همونطور ارتباط دارو و ماستنگ هم وای خیلی جذابه.
خیلی جذابه، اصلا عاشقش میشید. من که خودم اصلا از تک به تک لحظات این دوتا کنار هم لذت میبردم. انقدر یه زوج و کاپل خیلی جذاب و خیلی قابل درکیان و دوتایشون رو شما قراره درک کنید، هم دارو هم مستنگو و سبک حالا شخصیتاشون. من مستنگو خیلی دوست دارم، اصلا هم ربط نداره به اینکه هم تایپیم با هم دیگه، ولی باورم نمیشد یک شخصیت فرعی هم بتونم اندازه شخصیت اصلی اینجوری درک کنم. اولا که اصلا باورم نمیشه شخصیت اصلی بتونم اینجوری درک کنم. دوم اینکه بعدش بتونم یه فرعی رو اینجوری درک کنم. جوری که ماستنگ حرف میزد انگار من داشتم ایده هامو میگفتم به دارو. یعنی مثلا دارو یه مسیری رو میرفت، یه اشتباهی میکرد یا میخواست یه کاری بکنه، من تو ذهنم بود خب دارو این کارو بکنی بهتره. دقیقاً همونو ماستنگ میگفت. یعنی قشنگ سبک شخصیت ماستنگ و کارهایی که میکرد، اصلا همه چیش خیلی نزدیک به من بود. بر همین من خیلی ارتباط برقرار میکردم. و همینطور شما واقعی ترین شخصیت پردازی ها رو قراره تو این کتاب ببینید. واقعی ترین و قابل فهم و درک ترین شخصیت پردازی ها رو. دارو اصلا در هر شرایطی، ناراحت باشه، خوشحال باشه، تو هر شرایطی باشه، یه داستان تو هر مسیر و اتفاقی مثلا قرارتون بده، مسیر ناراحت کننده باشه، مسیری باشه که عشق توش باشه، تمام اینا رو شما با تمام وجودتون درک میکنید و واقعا انگار این اتفاقا برای خودتون داره میفته و شما یه داستان نمیخونید. انگار مثلا یه رفیقی، یه دوستی نشسته جلوتون داره داستان زندگیشو میگه و شما همزمان با اون اتفاقات دارید بالا پایین میشید و دهنتون سرویس میشه. اینجا بازی ولی میاد. اینکه میتونست بهتر باشه. یک لایه عمقی شخصیت‌ها باید داشته باشن که هم درکت نسبت بهشون زیاد شه، هم عمیق باشن شخصیت‌ها، که خب کم بود تو این جلد و تو جلد دوم خیلی بهتر درستش کرد. خیلی بهتر درستشون کرد. یعنی اینجوری میگم، حالا تو ویدیو جلد دوم خیلی بیشتر توضیح میدم، ولی میتونست خیلی عمیق‌تر باشه، ولی خب اینطوری بود که هست. آها یادم رفت اصلا نمره بدم. من از دم شخصیت پردازیش میدم 9 از 10. میخواستم بدم 9.5، میگم خب زیاده، قرار جلد بعدی خیلی بهتر باشه، بر همین میدم 9 از 10. فایت های خیلی خفنی هم داشت و از اون طرف مرگ های عجیب غریب خفن تری. واقعا جای تعصبه. باز میگم همه اینا خیلی بهتر میشه تو جلد دوم، ولی مرگاش اصلا قشنگ کتابو پرت میکردم یه گوشه. What the fuck؟ چرا؟ چی شد؟ اصلا خیلی عجیب غریب بود، واقعا خیلی کلا عجیب غریب. مخصوصا اولین مرگ کتاب میشد یادم افتاد. اولین مرگ کتاب، یعنی این کتاب انقدر عجیب غریب با روح و روانتون بازی میکنه که فکر کن، من نمیدونم کتابی سراغ دارید تو همچین سبکی؟ اگر سراغ دارید که حتما بگید تو کامنت ها بهم، که کتابی که بتونه تو 50 صفحه اول اشکتون رو در بیاره. من تا الان بیشترین کتابی که قشنگ دست گذاشته رو احساسات و دست گذاشته رو قلبم و اینجوری که دهنم رو سرویس کنه، داغونم کنه، همین قیامه. که تو 50 صفحه اولش من اینجوری بودم که داشتم کتاب میخوندم، همینجوری جمله به جمله که میخوندم زار میزدم. اشک نه عادی، اشک عادی نه مثلا آروم بیاد یا مثلا ناراحت بشی، بغض گلومو گرفته بود، سنگینی میکرد، جمله به جمله میخوندم، چشام تار میشد، همینجوری پاک میکردم میرفتم جمله بعدی، دوباره پاک میکردم میرفتم جمله بعدی. اصلا واقعا داغونم کرد اولین مرگ تو کتاب و همینطور مرگای بعدی هم همینجوری بود، خیلی شوکه کننده بود. و همینطور اگر مثلا دشمنی و اگر کسی مقابلی هم بکشن، در این حال خیلی جذاب و خیلی مثلا بهتون حال میده که اون اتفاق افتاده. پیریس یه قلم خیلی عجیب غریب جادویی داره. من سر شمشیر کارگرم یه بار گفتم که قلم نویسنده جادوییه، ولی جادویی ترین قلمی که تا الان دیدم واسه همین پیریس براونه. نمیدونم چی بگم، انقدر خفنه. تو هر زمینه‌ای بگیم، یعنی مثلا بیایم تو توصیف تکنولوژی‌ها بگیم، بیایم تو شخصیت پردازیش بگیم، بیایم تو دنیا سازیش بگیم، بیایم تو توصیف شخصیت‌ها بگیم، بیایم تو احساسات و عواطف شخصیت اول بگیم که چه جوری اینا رو نشون میده، بیایم مثلا تو همینطور احساسات و عواطف تو شخصیت فرعی‌ها بخوایم بگیم، باز تو هر زمینه‌ای قلمش عالیه. یعنی قلم پیریس برامون شاید بگم شما هیچ جا نتونید مثلش رو ببینید و تجربهش کنید. یه تجربه‌ایه که شاید بارها و بارها فقط به خاطر قلمش هم بیاید این کتابو چندین بار بخونید. قلمش واقعا مثال زدنیه و مثلش نیست واقعا. دست میذاره روی سری مسائل خیلی خاص و عمیق و همینطور مسائلی که ما هممون شاید بتونیم
درک بکنیم. مسائلی که خاصن و هر نویسنده‌ای روشون دست نمیذاره و از اون ورم مسائلی ان که مثلا مستقیم یا دست میذارن رو احساساتت، مستقیم دست میذارن رو روح و روانت و حالا دیگه کلا یعنی خیلی قلمش خاصه و دست میذاره روی نقاطی که شاید هیچ نویسنده‌ای جرئت نکنه بذاره و رسما با روح و روانتون بازی میکنه. انقدر مسائل جدی ان، انقدر مسائل مثلا قابل درکن، انقدر مسائل مهمی ان که مثلا شما بتونید با دیگران هم دربارش بحث کنید. خیلی مسائل اینجوری ان که حالا داستان، خیلی تصمیم شخصیت‌ها، خیلی روندی که پیش میرن اینه که مثلا بشینید با خودتون فکر کنید یا با کسی صحبت کنید که آقا مثلا این روشی که داره این شخصیت مثلا دارو پیش میره درسته، داره چیکار میکنه این حکومت، تمام این مسائل آیا روش درسته دارن پیش میرن، کار اینا درسته، مثلا تو دنیای واقعیمون هم این، چون خیلی گفتم که همونجوری که از دنیای واقعی گرفته میشه دیگه خیلی از این مسائل و اشاره داره به ایرادات دنیا و مثلا بیای واسه کنی که خب اگر بخوای مقابل این ایرادات و مشکلات وایسی تو این دنیا، آیا این روش درسته، روش درستیه. حالا یه چیز دیگه هم هست در مسئله مفهوم و عمق داستان، اینه که تمام مکان‌ها، شخصیت‌ها، اتفاقات، روابط، همه اینا مفهوم دارن و عمیقاً این مسائل ارتباط هاشون خیلی عجیب غریبه و یه چیزی رو هم به خواننده، هم به کسی که میخونه، هم به شخصیت‌های تو خود داستان گوشزد میکنه و میگه که خب آقا مثلا فلان کاری که دارید میکنید اشتباهه، این مسیری که دارید میرید اشتباهه و یا حالا چیزی رو بهشون گوشزد میکنه که تو راه بهشون کمک کنه و همینطور خواننده. یعنی امکان نداره یک مکانی، یه روندی، یه نبردی، یه چیزی رو توصیف بکنه و بهش برسه و با هدف و مفهوم خاص خودش گذاشته نشده باشه. مخصوصا دردها و مشکلاتی که دارو باش طرفه، یعنی اون اتفاقاتی که دارو تجربه میکنه، دردایی که میکشه، مسائل ذهنی که داره و تمام این چیزایی که تو مخشه و اذیتش میکنه و روند اتفاقات خیلی خفن و خیلی جای فکر داره واقعا. شخصیت دارو حالا تو این جلد کمتر، تو جلد دوم بیشتر، به نظر من یه روانشناسی خاصی داره و واقعا مثلا یه ویدیو کامل فقط باید بشینی دارو رو تحلیل کنی که چیه شخصیت دارو، از کجا داره میاد، چرا یه سری کارا رو انجام میده. خیلی پیچیده است شخصیتش. داستان غیر قابل پیش بینیه، یعنی عمرن شما بتونید پیش بینیش کنید، اصلا امکان نداره. انقدر پلات تویست ریز داره که اصلا نمیتونید این داستان رو پیش بینی کنی که چی میشه، مثلا ته کتاب قراره چه اتفاقی بیفته. یعنی قشنگ اینجوریه که حالا تو این جلد باز کمتر، تو جلد دوم بیشتر، شما تو یه موقعیت خیلی داغون و بعد قرارتون میده، بعد به خودتون میاد میگید خب دیگه از این بدتر دیگه نمیشه دیگه، دقیقاً از همون بدتر میشه. میری جلوتر میگی خب از این اتفاقی که یکم قبل افتاد، خب دیگه از این که دیگه بدتر نمیشه، دقیقاً از همون بدتر میشه. یعنی انقدر غافلگیرتون میکنه، انقدر سورپرایزتون میکنه این کتاب که عمرن میتونید حدس بزنید که تو این روند چجوری میخواد پیش بره موضوع و داستان. میرسیم به خود کتاب، همونجوری که دوست دارید حاشیه رنگیه، یه طرح جلد خیلی خوب داره با دیتیل خوب، طرح جلدش واقعا جذابه. مثلا لوگو خود قیام سرخ، این گردنبند و این گلی که تو دستش داره دارو، خیلی مثلا بعد کتابو خونده باشید که بفهمید چیه. من خیلی دوست داشتم وقتی که خوندم فهمیدم که مثلا این دقیقاً منظورش چیه. راحت خانه، خیلی خوش دسته تو کتاب خونه‌تون. مثلا یه مسئله که خیلی دوست دارم، فکر کنم خیلی کم هم داریم تو ایران که سه تا کتابو شما بذارید کنار هم یه تصویری رو کامل میکنن و این خیلی جذابه و اصلا تو ایران نداریم. خیلی هم خوشگله، این کتاب خونه‌تون هم خوشگل میکنه و خیلی راحت خونه، کیفیت ترجمهش عالیه، ترجمهش خیلی خوبه. مثلا اینکه قشنگ ترجمه غرقتون میکنه. فکر کنم نزدیکترین حالت، قشنگ مترجم تلاشش کرده که نزدیکترین حالت ممکن باشه به همون متن اصلی. عالیه دیگه همیشه، یعنی واقعا باج گل کاشته و همینطور هم که بهتره اینم بگم که هم بهترین کتاب باجو قراره بخونید، هم بهترین شاید طرح جلد و کتابی که بخرید از لحاظ زیبایی یا مثلا جلوه بصریش. 3-4 تا نکته منفی میمونه. نکته منفی اول اینه که البته خب من با اولی و دومی ایراده مثلا اونجوری ندارم، ولی خب ممکنه از نظر خیلیاتون منفی باشه، برای همین بهتره بگم. اینه که 50 صفحه اول کنده. البته با ورود شخصیت ایو درست میشه و این کندیه این 50 صفحه اول به خاطر شخصیت‌هایی که خیلی زیاده، یعنی بمبارون میشید با شخصیت‌ها، پسر خاله، بیساری، نمیدونم دختر عمه، نوه فلان، این چرت و پرتاست که مثلا اون قبیله ها دقیقاً کیان، کیا به کی مربوطن که دارو تو حالا تو اون منطقه‌ای که هست، تکنولوژی‌های عجیب غریبشونه و همینطور اینکه حالا مثلا این دنیا دقیقاً چیه، کجا داستان داره شکل میگیره، دقیقاً دنبال چیان، چیش فرق داره با دنیا. برای همین یکم طول میکشه تا مثلا
عادت کنید به اون روند و سرعتتون زیاد شه که 50 صفحه طول میکشه و همونطور که گفتم شخصیت ایو ورود پیدا کنه اوکی میشه، یکم تحمل کن ایو بیاد اوکی میشه. مهمترین ایرادی که من میگم ایراده و اذیت میکنه اینه که کلمات و فونت ریزه و صفحات بزرگه و رسما دهن چشتون سرویس میشه. شما این کتابو میخونید، بعد از اینکه کتابو خوندید باید برید چشم پزشکی که اوکی کنه. با اینکه میگم میصرفه، یعنی واقعا میصرفه، ارزششو داره که مثلا بخونید، یکم اذیت شاید بشید، البته خب تحمل میکنی، انقدر کتاب خفنه که مثلا به چشت نمیاد، ولی خب این واقعا تو مخه. و من شنیدم یه سریال که تو جلد اول مثلا کتاب دیگه ادامه ندادن سر همین ریز بودن فونت و اینا، ولی خب دیگه همینیه که هست دیگه، چه میشه کرد دیگه. سومی هم همون چیزایی که حالا در قبل گفتم، توصیفاتش کمه، یکم به عمق شخصیت پردازی ها، به شخصیت ها به عمقشون نمیرسه، تغییر صحنه زیاد داریم، برای همین به فضا سازی مکان ها نمیرسه، ولی خب اون نکات مثبت مثلا شخصیت پردازی، روند سریع داستان و اتفاقات واقعا این حفره ها رو پر میکنه. من قبل از اینکه ویدیو بگیرم درباره هر کتاب، ریویوشو مینویسم و تو بهخان میذارم. بهخان یه برنامه مثل گودریز که ایرانیه و از نظر من و خیلی های دیگه خیلی بهتر از گودریز هم هست، به خاطر فضای کاربری که داره و راحت بودن یه سری مسائل. واقعا من خودم با بهخان خیلی بیشتر حال میکنم. یه سری هم پرسیده بودن که چرا مثلا تو گودریز فعالیت نداری تو بهخانی. من خودم واقعا بهخانو خیلی راحت تر میپسندم و دوستش دارم و همینطور به خاطر اینکه ایرانیه خیلی راحت تره. خیلی من گفتم که بهخانو بریزید، نمیدونم چرا نریختید. بریز دیگه. لایک و کامنت و ساب یادت نره، حتما این کار رو بکن و تا ویدیو بعدی فعلا خداحافظ.